گرد همایی ضد اصول زنستیزانه طالبان در لندن. ملاله با موج نیوز گفت که زنان افغانستان و ایران باید تصمیم خود را در مورد زندگیشان بگیرند. منع سفر محسن داور برای اشتراک به نشست امنیتی هرات به تاجیکستان. دولت پاکستان مانع سفر عضو مجلس نمایندگان این کشور به نشست امنیتی هرات به تاجیکستان شد. تلاش کره شمالی برای پیشرفت سلاح‌های هسته‌ای. کیم جونگ اون میگوید که می‌خواهیم بزرگترین قدرت هسته‌ای جهان باشیم. و عمران خان برای جلوگیری از ویرانی راهپیمایی به سوی اسلام آباد را لغو کرد. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آماج نیوز خوش آمدید. امروز یک شنبه 27 نوامبر شمار از فعالان مدنی و سیاستگران در لندن گرد همایی ضد اصول زنستیزانه طالبان را برگزار کردند. شمار از فعالان و چهره‌های سیاسی افغان و خارجی در گرد همایی در لندن در برابر اصول زنستیزانه طالبان در افغانستان صدا بلند کردند. آنها خواهان آزادی زنان معترض از بند طالبان و بازگشایی مکاتب دخترانه نیز شدند. در همین حال ملاله با موج نیوز گفت که زنان افغانستان و ایران باید تصمیم خود را در مورد زندگیشان بگیرند. این همه در حال است که پیش از این بارها سازمان‌های جهانی از شرایط سخت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کردند. همچنان از چندین هفته به این سو اعتراضات در ایران جریان دارد. اعتراضاتی که پس از مرگ مهسا امینی در این کشور آغاز شد. حکومت پاکستان از سفر محسن داور عضو پیشین جنبش تحفظ پشتونها و عضو کنونی پارلمان این کشور برای اشتراک در دهمین نشست امنیتی هرات جلوگیری کرده است. محسن داور روز یکشنبه 6 قوس در توییت نوشته است: من در فرودگاه اسلام آباد توسط آژانس اطلاعات فدرال متوقف شدم و از سفرم به تاجیکستان برای شرکت در گفتگوی امنیتی هرات ممانعت شد. آقای داور در ادامه نوشته است: این افتضاح است، زیرا کابینه نام من را به مدت 2 ماه از فهرست کنترل حذف کرده بود. این عضو پارلمان پاکستان حکومت این کشور را به برخورد دوگانه با شهروندانش متهم کرده و همچنان از ادامه مداخله نظامیان در امور سیاسی انتقاد کرده است. به گفته او، ممانعت یک نماینده منتخب پشتونها از سفر برای اشتراک در یک نشست گواهی بر این واقعیت است که در سالهای آینده پشتونها همچنان قربانی اهداف نظامی و سیاسی خواهند بود. دولت پاکستان پیش از این نیز از سفر محسن داور به خارج از کشور جلوگیری کرده است. گفتنی است که انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان از محسن داور به عنوان یکی از سخنرانان دهمین نشست سالانه گفتگوهای امنیتی هرات دعوت کرده بود. این نشست تحت عنوان نظام سیاسی همشمول، الگوها و نقشه راه قرار است در روزهای 8 و 9 ماه جاری خورشیدی در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شود. هدف اصلی این سلسله نشست‌ها ایجاد فضای گفتگو برای درک بهتر دلایل اصلی منازعه 50 ساله افغانستان و تلاش برای اجماع فکری بین سیاستگران افغانستان و منطقه گفته شده است. رسانه‌های دولتی کره شمالی به نقل از کیم جونگ اون رهبر این کشور گزارش دادند که وی می‌خواهد کره شمالی بزرگترین قدرت هسته‌ای جهان باشد. رویترز گزارش داده که رسانه‌های دولتی کره شمالی روز شنبه 26 نوامبر گزارش دادند که کیم جونگ اون افسران نظامی را که در پرتاب اخیر بزرگترین موشک بالستیک این کشور نقش داشته را ارتقا داده است. کره شمالی در حال از هدف نهایی این کشور مبنی بر مبدل شدن به بزرگترین قدرت هسته‌ای سخن می‌زند که رهبر این کشور آزمایش موشک بالستیک قاره‌پیمای جدید هواسونگ را بررسی کرده و اخیراً متحد شده که با سلاح‌های هسته‌ای آمریکا مقابله کند. کیم جونگ اون هنگام دستور برای ارتقای قدرت جهانی به سابقه کشورش گفته است: ساخت نیروی هسته‌ای برای حفاظت مطمئن از کرامت و حاکمیت دولت و مردم است و هدف نهایی آن برخورداری از قدرتمندترین نیروی استراتژیک جهان میباشد، نیروی مطلقی که در قرن گذشته به سابقه باشد. رهبر کره شمالی موشک تازه آزمایش شده هواسونگ 17 را قوی‌ترین سلاح استراتژیک جهان خوانده و تاکید کرده که این به معنای تصمیم کشورش برای ساختن قوی‌ترین ارتش جهان است. او همچنان گفته که دانشمندان کره شمالی جهش شگفت‌انگیز در توسعه فناوری و نصب کلاهک‌های هسته‌ای بر روی موشک‌های بالستیک انجام دادند. گفتنی است که رهبر کره شمالی هواسونگ 17 را به قوی‌ترین سلاح استراتژیک جهان خوانده و گفته است که این نشان دهنده عزم و توانایی کره شمالی برای ساختن قوی‌ترین ارتش جهان است. عمران خان نخست وزیر پاکستان از لغو راهپیمایی که به سمت اسلام آباد پایتخت این کشور برنامه‌ریزی کرده بود خبر داده است. او روز شنبه 26 نوامبر اعلام کرد که این راهپیمایی را لغو می‌کند زیرا بیم آن می‌رود که این کار موجب آشوب در کشور شود. او که در سوم ماه جاری در جریان یک راهپیمایی با ضرب گلوله از ناحیه پا زخمی شد، روز شنبه برای نخستین بار در میان حامیانش حضور یافت و سخنرانی کرد. او به هوادارانش گفت: تصمیم گرفتم تا به اسلام آباد نروم زیرا می‌دانم که در آنجا آشوب به وجود خواهد آمد
و به کشور آسیب خواهد رسید. عمران خان به تاریخ 3 نوامبر 2022 در جریان یک راهپیمایی به سمت اسلام آباد در ساحه گجرانواله در یک حمله مسلحانه زخمی شد. او در آن زمان بدون ارائه اسناد و شواهد شهباز شریف نخست وزیر، رانا ثناءالله وزیر داخله و فیصل نصیر یک مقام استخبارات ارتش پاکستان را به دست داشتن در این حمله متهم کرد. اما دولت ائتلافی به رهبری شهباز شریف با رد اتهامات عمران خان خواستار تحقیقات مستقلانه در این زمینه شد. تا اکنون با وجود اصرار و فشار پی هم عمران خان بر برگزاری انتخابات زودهنگام، حکومت پاکستان گفته است که انتخابات پارلمانی را در اکتبر یا نوامبر 2023 برگزار خواهد کرد.